نگهی مستی تو خونی دیری احباب خرد تغیی به دادی تر دستی اجل آب خرد در جهان گم شده مهری پدر فرزندی در جهان گم شده مهری پدر فرزندی ورنه رستم بچی با بی سری سوراب خرد ورنه رستم بچی با بی سری سوراب خرد هر کی با دشمنی خلق روان است شود هر کی با دشمنی خلق روان است شود زود باشد که سری خشم گیر بخورد زود باشد که سری خشم گیر بخورد
تشکر میگویم به شما. صحتمند باشید. دوستان عزیز، بیننده های بسیار هم عزیز و ارجمند تلویزیون سفینه، هرگاهی که به دوربین می‌نگرم و به شما درود میگویم، محبتم نسبتتان می‌افزاید عزیزان، چون که واقعا هم خوشبختی است وقتی که روبروی شما از این منبر ما با شما در تماسیم، در صحبتیم. و این برنامه فضا است چون همیشگی هموطنان گرامی قدر مهمان کاشانه های شما و امروز ما در برنامه مهمان داریم هنرمندان انسامبل فلک شهر کلابی باستانی را که من شما را خیر مقدم میگویم برنامه فضای تلویزیون سفینه. نخستین ترانه را سراییدن هاشمی تاج‌الدین، هنرمند خیلی خوش صدا که من راستی راحت برداشتم از سرودی که پیشنهاد کردم، بسیار راحت بخش بود و بیگمان باور دارم شما هم لذت برداشتید بیننده های عزیز. خب هاشمی تاج‌الدین ترانه نخستین را خواندن، آوازخوانی انسامبل فلک شهر کلاب. بیاید یک سلام و یک پیغام به مردم برسونید. ما در حقیقت با همراهی برادرها در انسامبل فلک شهر کلاب کار میکنیم. در انسامبل ما بسیار هنرمندای ممتاز، اکای عمر سلطانوف، بابای ارزویویچ، دیرکتری انسامبلمون تایر فردوس، بسیار چی گویم حرکتی نسبت کاری کارخانه، نسبت فعالیت کارمندان فلک امی خیلی توجه خوبم دارن. بله، خیلی باز است که شما هم روی صحنه ناومدید، برای مردم ترانه نسراییدید. خب کجا بودید؟ به چی کار بند بودید؟ در حقیقتا در انسامبل فلک 12 سال است که فعالیت میکنم. وقتی که رهبر ما تایر فردوس در کارخانه ما همچون رهبر کار آمد، همه بچه‌ها را بگیم که یک خیل انتخاب کرده که جای یگان چاره بینی بود روان میکرد. به هر صورت هنر همیشه البته روی کف میبراید. آفرین. خب تشکر به شما. در انتخاب متن‌هاتون که کمک میکند و بیشتر کوشش میکنید که از مثلا شعر و از غزلیات کدامی از شاعران سرود ایجاد کرده باشید؟ نسبت شعر وطن، نسبت تاجیکستانی عزیز، ای شاعرای کلاسیک خیلی غزلیات میخونم، مثل پند حکمت‌ها، نسبت خیلی پند اخلاقی حمیده امیاره بسیار ما رغبت دارم. مایلتون بیشتر به سرودهای کلاسیکی است؟ بله. بسیار خوب. بیننده های عزیز، صحبت رو ما ادامه میدهیم و از آنکه برنامه زنده سرایی است و شما منتظر شنیدن ترانه هستید، بدین خاطر حال حاضر ترانه نوبتی رو از جانب هاشمی تاج‌الدین، آوازخوان انسامبل فلک شهر کلابی باستانی یک جای میشنویم. ترانه دوم رو بعدا میگذاریم باز به قسمت صحبت. خب ترانه که الحال میسرایید، این ترانه چی نام دارد؟ مال کی است؟ مال نورالله عارفوف. آهنگ رو کی بسته است؟ آهنگ رو بابای ارزو. بسیار خوب. یعنی که دستاندرکاران انسامبل فلک. خب آماده هستید بسرایید؟ آماده. مرحمت. ما وطن را بس دلا را ساختیم، بزی گل گشتیم سیلا ساختیم. هیکلی سامانی پر قدرتش، هیکلی سامانی پر قدرتش، خط بگردون زیابی تیلا ساختیم. خط بگردون زیابی تیلا ساختیم. اختریستان نیست یک قدم دور از دیاری چون بیش، یک قدم دور از دیاری چون بیش، زندگی پرفیض احسان نیست زندگی پرفیض احسان نیست
می شود با وطن هر روزی ما سر می شود دل زیابی تازش تر می شود دیده استقلال وحدت صلح را دیده استقلال وحدت صلح را خلق در کارش مظفر می شود خلق در کارش مظفر می شود سعادتمند باشد. بسیار سپاس. واقعا یک قدم دور از دیار چون بهشت زندگی پرفیض و احسان نیست. واقعا در کنار وطن بودن و از آب چشمه هایش تشنگی شکستن و از خاک و دان این سرزمین البته نانشته کردن برای فرزند این وطن نیرو میبخشد، جان میبخشد. خیلی عالی. همین گونه ترانه های وطنداری در ایجادیاتتان زیاد است؟ بله، وطن و وطنداری در حقیقتا خیلی وطن ما زیبا و گلکشکان شده ایستاده است. در وصف وطن یک سرود دیگر میخوانم، میگه که سرگه کان نمک از ده من سر میشود، فیض و اقبال ما از اسم وطن سر میشود. بله. اگه در وطن چی گویم، آدی وطن ما خیلی زیبا و گلگوشکان است. بله. استاده است. رسالت هنرمند هم همین است که واقعا باید برای وطن ایجاد کند، برای مادر ایجاد کند. بله. بسیار خوب. چون پیش از این ترانه را سراییدن یک کمی گفتید که بیشتر پیروی میکردم مکتب بابای آدینه. بله. بسیار خوب. یعنی که همون تاثیر هنری بابای آدینه شما رو روی صحنه و ترانه سرا کرد. بله. بعد آهسته خودتون خواستید یک مکتب بسازید برای خودتون، یعنی که از زینه های پیروی ببرید و البته خودتون کوشش کنید که هاشمی تاج‌الدین باشید. همین گونه بوده که همین گونه ایده پیدا بود، همین گونه چیزها بود؟ بله. همین خیلی بود که پسرم پیروی پدرش رفته ایستاده است، کامرانی هاشم. چندین سال هاست که روی صحنه هستید، البته ترانه می‌سرایید. همین صحنه برای شما چی بخشید؟ همین دنیای هنر برای شما چی بخشید و از این دنیای بیکنار چی دریافت کردید شما؟ روی صحنه برای من همین خیلی بخش. پسرم در کنسرواتوری تحصیل کرد، خوند در انسامبل فلک شهر دوشنبه چند سال کار کرد. خیلی بخشید که ای ما همین خیلی فرزند روی پیروی هنری پدر میکنن. هنری پدر کرد. بله. بسیار خوب. برای آماده کردن ترانه هاتون، برای مثلا تولید یک سروده که تازه ایجاد است، خب دسته هنری چگونه کمک میکنند؟ بسیار یاردم میکنند دسته هنری انسامبل فلک شهر کلوب. اکای عمر سلطانوف خی برادر بسیاری جمع را دستگیری کردگیان. ما همه بچه‌ها همکارو ما سربلندم میندارم. سلامت باشن. بسیار سپاس. خب برای نسل جوان، برای اون نفرایی که جاده هنر رو انتخاب میکنن، همچون یک پیریکار چی گفته میتوانید؟ یعنی که در این راه چیکار کنن که موفق میشوند؟ در این ساحه زحمتی بسیار کشیدن در کار. سرودای وطنداری، تاجیکستان، مادر، همین خیلی حکمت سراییدن در کار. بله. خب تشکر میگویم به شما. به برنامه فضای تلویزیونی سفینه خوش آمدید. رحمت. از صحبت با شما رحمت. شاد گشتم. ترانه که الحال میسرایید، این ترانه‌تون چی نام دارد؟ فلک میسرایید. خب دوستان عزیز، چون هاشمی تاج‌الدین آوازخوان انسامبل فلک شهر کلاب است، زندرو ترانه سومش برای ما ترانه است که فلکی است. همین گونه خوب میسراید و یک جا میشنوید. مرحمت. ساقی نخوان و صبر مرا دردی سر نده، نوبتی ماست نوبتی ما بر دیگر نده. در خانه 10 روزی هر کس مقرر است، جز آن چی داد روزی ما
دادگر نده کن رو برا تو شی شب را کی رفتنی سگ رازی پشتی لولی آوار سر نده از زندگی غنیمتی ما چون همین دم است ما را پیره بی بادهی وقتی سحر نده ما را پیره بی بادهی وقتی سحر نده سرجمی موزی و دتی دولتی ما یه آرامی است و ریبر میلتی ما یه وعدت به ما بیا ورد گنجی جهان هی دور شوم از غمی دیدار بمیرم نزدیک روم طاقتی نزاره ندارم نزدیک روم طاقتی نزاره ندارم افسوس کی میمیرم از برینی سارد افسوس کی میمیرم از برینی سارد جانی دیگر عمری دیگر باره ندارم جانی دیگر عمری دیگر باره ندارم جانی دیگر عمری دیگر باره ندارم تشکر. صحتمند باشید. چی لذت میبردارید وقتی خود شما یک ترانه را آماده میسازید و مردم اون قبول میکند؟ همچون هنرمند چگونه برداشت میکنید؟ چی خرسندی شما را فرا میگیرد؟ اگه در حقیقتا ای خوردی وقتی که شادروان آدینا اوشیم در تلویزیون یا رادیو یگان کنسرت میشد ما بسیارتر شیفته و شیدای صدای آدینه هاشمی شدم. به همین خاطر وقتی که آدینا هاشم غزلای همی پرمضمون میخوند ما خدمت در یک حالت خوبی ها حس میکردم. بله. از همین خاطر ما غزلای شادروان آدینا هاشم بسیارتر زمزمه میکنم. بسیار خوب. بار دیگر من سپاس میگویم برای اشتراک در برنامه فضا، برای پیشنهاد ترانه ها خیلی جالب، خیلی راحت بخش و امیدوار هستیم که بارها و بارهای دیگر بازم با ترانه های نوین، با غزل های دلاشوب، دلنشین، گوشنواز مهمان برنامه ما شوید و برای بیننده ها و برای هموطنان عزیز همین گونه همچون هنرمند ارمغان تحفه کرده باشه. خوش آمدن. خب دوستان عزیز، اندک اندک به انجام برنامه این شامینه فضا رسیدیم. خب ما برای شما خوشبختی، تن صحت، روزگار آسوده و تنصیحاتی همیشگی را آرزو میکنیم. در انجام رامشگران ممتاز انسمبل فلک شهر کلاب باستانی یک نوازش دیگر را هدیه ما و شما میسازند و با شما میگویم خیر عزیزان. مرحمت.